کوتاه یه سایر پرو 1 ترابایت با نسخه 24 نه؟ حتی ما کجاییم این هم آدم به خاطر وسیله امضا برم چه خبر بچه حالتون خوبه؟ یاد کنید که نش وضعیت مالی نو مالی نو مالی چیز دیگه هم آخرشه نمیدونم ایده از کجا بیاریم هم که بیریم شاید یه روز امروز شاید پول ناشیم اوه گربه رو گنده هست از ما گنده تره این سریس ایوان کار اسمش سودنه بود نه؟ سودنه بود چیز جالبی نیست شب سوارشی میترسید این هم آقای نبود تو خانم خوبه میره سرعت میگیره خوبه بخورم داره کسی داره چیه؟ این فقط جواب میده تازه راحتیش مونه ما اینجا با تو اتوبوس اومدیم اتوبوس برمی تازه هنوز شروع میشه بچه من خفانی نیستم داشتم که خفانی نیستم سنباریز نکن خوشت داریم از خوابیده جا این سرویس جا این ترکی هیچ وقت نمیدونیم بخواه میدونیده هر روز باید باید مثال شاید بیشتر بلاگ ولی با یوتیوب سایدش می نه سایدش می رضایت به دستم میلرزه وقتی که هوا سرده دارم راه میرم بچه این ویدیو اگه 2K یا 3K ویو بگیره میریم بالای بالا خواهشاً جون مادر سابسکرایب داشتن خوب بچه ویلکام خوش آمدید بچه جدید چنل بچه که این اطرافان راهنمایی کنم و ما خواستیم بریم اون تله کابین خیلی بالا برای اسکیت سواری دیگران این برم بچه تفنگ بازی باید میده این روش میزنم رزرو ساعتی زمین کلاسه های انفرادی کلاسه های گروهی چه حرف میزنیم داریم چیکار میکنیم الان یه چیزم بالانس هم رد میشه یکی گفتم تهران اینو پشتر رو نکن چه ویویه انگار قیامت شده چی معلوم شما خیلی آدوی هست
چه ویدیو داشته باشه کامنت رو بهم بگید. هیچ ایده‌ای نداریم، گیم باشه، ولاگ باشه، آشپزی باشه. فعلا تایم تهرانیم، مال شهر. الان اینجا میریم به خودت باشه. آماده ای؟ نه بغله این خیلی ماتیش طول میره نکن. این ایستگاه اولشه تهران آلوده رو میبینیم، خیلی آلوده است. بریم بالایی که نفس بگیریم. گرانجی کردیم اگه گفت میشه ساجه هم خواستیم بالا کنیم دختره سلام رو حدس زدید کنون موزیکر صدت کافی کافی اینو در بیارم بچه من اسم علیرضا خب آیان شاید گفته باشم من خوبی ندارم اولشه بعد 7 ایستگاه داره این ایستگاه اولی آره بعدش دیگه یه پشت کومه 7 ایستگاه داره آجی اینجا خودت صفر بگیر که میخوایم همین ارتفاع داره مشتی آمده اونقدر سرعتی هم پایین نمیده نه اینکه سرعت نداره ولی اگه سر از ارتفاع نداشته باشی میفتی خیلی آلوده است بچه ها اینجا چجوری تو این هوا نفس میکشه اما اکسیژن رو ما داریم استفاده بودیم شما نمیتونید از برج میلاد بالاتر اومدیم من 6 وقت نمیکنم مثلا از برج میلاد بالاتر اومدیم جا تا اینجا اومدیم زحمت کشیدیم خسته شدیم عرق ریختیم لایک سابسکرایب یادتون نره لایک سابسکرایب یا اول ویدیو رو بیا بالا یه سوداری هم بود بالا بیاید نفس بکشید هر از گاهی صبح خیلی خوبه اینجا حالا 2 دقیقه بشینیم برج میلاد معلوم نیست تو گوشی با این گوشی نه اون گوشی بچه اینم تهران مه‌آلوده همیشه آلوده برج میلاد رو یه نمسی برج میلاد جلوتره هرچی میگن نیدم برج میلاده همون تو رو باید خواهشون بریم بالا چند دقیقه بشینیم موزه سال هست میبینی؟ آره تجیش حسو باید نزدیکه ولی نه واقعا چه گنده است بچه این طرف یه اتوبوس تموم میشه ایران بسیم باید عکس بگیرم اما گروه میرم نه این عکس یه اول دست هم نمیده برای میگم الان دستان یخه تن دست سرش رسیم تهران برق نداره این چه تاریکه این تا اونجا کومو دیده میشه خب غروب زیبا تقدیم به طرفدار عزیزم خیلی آلوده است این و دیگه نمیریم آخر ویدیو رسیدیم باش حواست به کیفا باشه نه بلش کن منظره رو بگیر زیبا جا
اینجوری میگیری الان از دست بیا. دیگه چیز خاصی نداره. یه دوست دارم. فایل می دوره ویدیو میگیریم. اوکی. چه عکسایی گرفتی؟ چجوری برمیگرده؟ اساسا نه نشون بده. تنظیمش رو برگردونی؟ بله. بعدن چتیوتی تنظیمش اوکی کنم. یه دونه از خودم میتونی بگیری با گوشی؟ اینجا یه چند تا مو هست کن. یه تپی مانند کوه. اینجا کیوت قهر پایی شرکه قرار این رو این برش بودیم رو اینجا دیدیم شده میشه این هست ساده میشه این باید تجریش میشه به اون ساله این پارکینگ نمیدونم کیه یه بسکتبال بازی کردیم اومدیم بیرون بریم این یه چیا دارن ولی چی؟ اونم نمیدونم چیه دیگه ما رسیدیم پایین همگمه سمت خانه خیلی سرد بود شهر ما کرنسله بود ولی ما پا نمیدیم ولی نه همون اقلی رو داریم پا نمیدیم قضاوت نو قضاوت اشاره کرده سمت خدا خدا باش خالی شد ولی خدا یارو آتیست کجا میری دو؟ بریم بری بریم بری تو سوارش اوه چرا الان بد پیاده روی اینجا شده دستی داره ویدیوی از هم محتوا سجاد کجا آمدیم؟ چه سفارش دادی؟ اینو نوشابه چی میخوری؟ انتخاب تبلیغات نشه؟ کود میخوری یا اسپرس؟ عکس نشون بده عکس تلکابی بچه ها ببینن زود باش حق کنی تو حق کن واو دست من هیچی نیست برو من